حیات و فعالیت پاول ارنفست. فیزیک و شیمیک تئوریتیکی نمیش. پاول ارنفست یکی از اساسگزاران نظریه مکانیکی کوانتی و تحقیقات مهم ریاکسیون‌های شیمیایی. سال 1880 در استرالیا تولد یافت و تحصیلاتش را در دانشگاه وینا آغاز کرد. او در علم‌های فیزیکا و شیمیا تحصیل کرده با عالمان مشهور زمانش از جمله ماکس پلانک و نیلز بار همکاری نمود. همچون یک فیزیک تئوریتیک، ارنفست با آموختن مکانیک استاتیکی و ترمودینامیکا مشغول بود. وی با همکاری ماکس پلانک و دیگران در تهیه نظریه کوانتی سهمی نظررس گذاشت. پاول ارنفست معروف است با پیشنهاد پرینسیپ ارنفست در فیزیکا که در مکانیک کلاسیکی با آموختن حرکت ذره‌های خرد مساعدت می‌کند. این پرینسیپ برای فهمش رابطه‌های بین نظریه کوانتی و مکانیک کلاسیکی مهم است. ارنفست اینچنین در ساحه کینتیک شیمیایی و ریاکسیون‌های ترمویدرایی کارهای نظررس انجام داد و بر رشد تکمیل نظریه ریاکسیون‌های شیمیایی سهم گذاشت. وی سال 1933 در نتیجه دشواری‌های شخصی و وضع سیاسی در آلمان جان خود را از دست داد. پاول ارنفست با میراث علمی خود همچون یکی از مؤلفان و تهیه‌گران اساسی فیزیک معاصر اعتراف می شود. پس از تحصیلش پاول ارنفست در مرکزهای علمی اروپا به کار پرداخت و با عالمان پیشقدم زمان رابطه ها برقرار کرد. وی یکی از اولین عالمان بود که کوشش کرد بین فیزیک کلاسیکی و فیزیک کوانتی پیوستگاهی یابد. ارنفست اینچنین تحقیقات ها را در ساحه ترمودینامیکا، کینتیک شیمیایی و ریاکسیون های گرمی به راه ماند و با استفاده از اصول های متماتیکی تحلیل عمیق را برای فهمش روندهای فیزیکی و شیمیایی انجام داد. همزمان پاول ارنفست همچون معلم و رهبر علمی فعال نمود و دانشجویان محققان جوان را تربیت کرد. او یکی از اعضای مهم اکادمی علمی اروپا بود و مقاله های زیادی در مجله های علمی نشر کرد. تفاوت شخصی او و وضع سیاسی سالهای 1930 در آلمان باعث دشواری های زیاد شد. با وجود این او تا آخر عمر در جستجوی حل مسئله های علمی بود.